به نام خدا. امروز میخوام در خصوص بستن باند بوکس آنوتو توضیحات رو برای علاقه‌مندان عرض برسونم. سایز باند بوکس 5 متر بر 5 سانتی. این روی بانده و این زیر باند. زیر باند رو از روی دست میریم دور مچ، دور مچ بگردونیم. بعد از اون دور شست، بعد از شست میریم روی دست. اینجا دقت کنید، نیم باند رو روی چهاربند انگشت و نیم دیگر رو روی دست قرار میدیم. بعد از اون روی دست رو باید یک پدی درست کنید، یک بالشتکی درست کنید تا دست بوکسور در امان باشه. من این پد رو به این شکل تهیه میکنم برای بوکسورم. اگر خوب دقت کنید، این پد میتونه بین 3 الی 4 لایه باشه، 1 لایه، 2 لایه، 3 لایه. من برای بوکسورم پد درست کردم. سپس از پشت دست باند میارم و دستو کامل رو میپوشونم. بعد از زیر دست باند میارم، انگشتا باز. بعد از زیر دست میام ما بین انگشت ها، اول بین انگشت کوچیک و انگشتر، سپس بین انگشت اشاره و انگشت بزرگ و بعد از اون در آخر انگشتر و انگشت بزرگ. پس از اون از روی دست میام روی دست رو کامل میپوشونم و یک دور دیگه روی دست رو پوشونده میشه. سپس روی شست یک بار دیگه در آخر میرم و پس از اون دور مچ باید خوب پیچیده بشه تا دست بوکسور در حفاظ باشه. این طریقه بستن باند بوکس. این رو هم یک پدی تشکیل شده تا دست بوکسور در حفاظ باشه. این طریقه بستن باند بوکس بود که خدمت علاقه‌مندان